سلام، من فرنوش و این اولین اپیزود از رادیو هرسکیه. ما اینجاییم تا در مورد بظاهر هرسکی ترین مسائل نسل جدید با هم صحبت کنیم. مهمون این قسمت برنامه، اولین قسمت برنامه یگانه، یکی از صمیمی ترین دوستای منه. این برداشت 1000. آره، برداشت 1000ه. مسئله اینه که من ادیتور ندارم مرحله اول و اینکه خب یه جایی وقتی خراب میشه من مجبورم همون اولش قطع کنم. ادیتور ندارم و امکانات ندارم و اولین تجربه من از جلوی دوربین بودنه. برای همین اگه در طول ضبط، اگه در طول برنامه یه جایی توپقی رو شنیدین، چیزی رو حس کردین، بخندین و رد بشین، چون من ادیتور ندارم و خب به طبع دیگه شما باید ببینید اینا رو. مهمونمون اومده اینجا تا در مورد یه موضوع خیلی یه موضوع خیلی مهم با هم صحبت کنیم. موضوعی به اسم حسادت نه به این آفرین، حسادت و رفاقت. حسادت در رفاقت. دقیقاً. به این معنی که حسادت نه به این معنی که ما به دوستمون حسودی کنیم یا اون معنای عامیانه، به حسادت به این که ما به روابط دوستهامون با آدم‌ها حسادت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون تملک، اون اینکه تو مال منی، اون حسه، اینکه مثلا یگانه دوست منه و از اینکه یه سری ارتباطات و دوستهای دیگری هم داره من ممکنه راحت نباشم و حسادت کنم. حسادت به این معنی، به معنی مرزی که ما توی رفاقت داریم و این مرز رفاقته تا کجاست، یعنی مرزی که ما توی رفاقت، توی دوستی هامون داریم چقدره و دوستهای صمیمی ما تا چه حد میتونن دوستهای صمیمی و روابط دیگه‌ای داشته باشن بدون اینکه حسی رو در ما ایجاد کنن. نظرتو بگو عزیزم. چشم عزیزم. متشکرم. این مسئله بر من از اون دست مسئله هاییه که شاید قبلا منطقی بهش نگاه میکردم اما در حال حاضر صرفا نمیشه گفت، ولی شاید 10% رو برای منطق خالی گذاشتم، چون به این نتیجه رسیدم که توی زندگی تو هر چیزی که داری یه سری بها داره. خب این تو نمیتونی بگی فلانی دوست صمیمی منه ولی من مثلا فلان کارو میکنم و برام مهم نیسته، چون منطق داره میگه این کار درسته. توی روابط دوستی های عمیق با دوستی که مثلا من با همکلاسی دانشگاه دارم خیلی متفاوته. توی دوستی های عمیق به نظر من بخش زیادیش احساسیه، یعنی منطق رو باید بای بدید. به نظر من خیلی احساسیه، باید به نظرم حتی تجربهش کنید، چون من تجربهش کردم، یعنی منطقی بودم، طوری بودم که نه به نظر من نظرمو دارم میگم و بگم. اما بعد که با هم یه روز صحبت کردیم و جفتمون راجع به یه موضوعی، من توی یه دوستی، فرنوش توی یه دوستی دیگه، ناراحت بود، به این نتیجه رسیدیم که نه اصلا منطقی نیستش. منطق اینو میگه اما حس تعلق و دوست داشتن من نسبت به تو به من این رو نمیگه. حالا کدوم مهمتره؟ این دیگه انتخاب شماست. مسئله همینه، یعنی میخوایم پوینت قضیه اینجاست که بگیم که یه چیزهایی رو ما توی دوستی هامون، توی زندگی روزمره‌مون درک میکنیم ولی نمیتونیم حق بدیم. یعنی ما میدونیم که منطقی اینه که دوست ما حق داره روابط دیگه ای داشته باشه، یا منطقیش اینه که دوست ما حق داره دوستهای دیگه ای داشته باشه، خب یا جاهایی بدون ما بره. ما میتونیم این رو درک کنیم ولی بسته به نوع دوستیمون نمیتونیم به اون آدم این رو حق بدیم. خب حق بدیم که تو میتونی این کار رو بکنی. این یه چیز حسیه. یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که این مرز حق دادن است که توی آدم‌های مختلف متفاوته. خب مثلا ممکنه یگانه بگه نه من اصلا حق نمیدم، یا نه من تا این مقدار حق میدم، ولی من اینطوری باشم که نه من مثلا اوکی آقا من تا این بیشتر حق میدم، ولی به طبعش درک میکنم که خب ناراحت هم میشم، از این احساسهایی باید بگذرم. مثلا همینه. مثلا اینه که میخوام ببینم به نظر تو اگر این اتفاقا بیفته، یعنی اگر من توی دوستیم با تو مثلا یه چیزی رو به تو حق نمیدم، خب مثلا من به تو حق نمیدم که بری از شخص دیگه، مثلا دوست دیگه گل بگیری بعد اون گل رو استوری کنی، به عنوان مثال، خب که اتفاق هم افتاده، ولی حالا به عنوان مثال من این حق رو به تو نمیدم. خب میخوام ببینم این چه تأثیری روی حس تو، روی دوستی ما
داره و تا چه حد تو مجبوری خودت رو سانسور کنی. حالا من هم میگم تا چه حد باز من مجبورم خودم رو به عنوان طرف دیگه ساید دیگه سانسور کنم. ولی چه تاثیر رود داره؟ ببین قبل اینکه تاثیرش رو بگم میگم که برای من پذیرفته شده، یعنی قبلا پذیرفته شده نبود اما در حال حاضر اینطوری هم که اگر دوباره پیش بیاد و یک دوستی به من ابراز احساسات کنه، من به صرف حالا خیلی مسائل که قبلا این کار رو انجام میدادم دیگه الان صرف رفاقت همه، چون میدونم دوست من روی این قضیه حساسه، اذیتش میکنه و من اینو در نظر میخوام بگیرم تا روابط دیگم رو، یعنی این برام مهمتره. حالا اینکه چه تأثیری میذاره، تأثیر اولش اینه که من خب معذب میشم، میترسم، به خاطر که فرنش برام اصلا ترس به نظرم تو روابط زمانی به وجود میاد که تو اون آدم برات خیلی مهمه. میترسی اگر ناراحتش کنی روابط دچار چالش بشه و تو نمیخوای، چون این آدم خیلی دوست داری. مثلا همین یکی این که مثلا میترسم از این که این اتفاق دوباره تکرار بشه یا یه شرایطی پیش بیاد که من مجبور به انجام یه کاری بشم که فرنوش رو میدونم ناراحت میکنه. خب اولین چیز برای من ترس معذب شدنه، ولی حقیقتش رو بخواین من باهاش مشکلی ندارم. یعنی میگم حسش هستش ولی باهاش مشکلی ندارم، به خاطری که میدونم که اونم این کار رو برای من انجام میده و ما به یه صلحی تو رابطمون رسیدیم. یعنی نشستیم حرف زدیم، حد و مرزهامون رو مشخص کردیم، ناراحتیامون رو گفتیم، اون به ناراحتی من بها داده، من به ناراحتیش بها دادم، تمام. یعنی الان در ادامه میتونیم راجع به اهمیت حرف زدن تو روابط توی این مشکلات حسادت و اینا حرف بزنیم. مثلا حتی یه ساید دیگه قضیه داره، سایدیه به اسم ساید کسی که داره حسادت میکنه. حالا تو این رول حالا من میگم من اون کسی که دارم حسادت میکنم، یه قضیه وجود داره اینه که من هم مجبورم یه مقدار خودم رو سانسور کنم به عنوان کسی که داره اون حسادت درش شکل گرفته. چرا؟ چون من آگاهم که این حسادت منطقی نیست و درست نیست، ولی نمیتونم راحت اعلامش کنم. یعنی نمیتونم این چای من داره، نمیتونم راحت اعلامش کنم و بگم که خب مثلا من روی این موضوع حساسم، چون اولا نمیدونم چه فیدبکی قراره دریافت کنم، نمیدونم توی دوستم چه حسی رو قراره ایجاد کنم، نمیدونم خیلی خیلی مسائل دیگه. و اینکه خب من ذهن خودآگاه هم آگاهه که این غیر منطقیه، ذهن ناخودآگاه همه که داره من اذیت میکنه، حالا به رغم کلمه. و برای من اینطور میشه که من هم مجبورم خب این مقدار خودم رو سانسور کنم، از این حس‌هایی بگذرم، یه حسادتی رو درون خودم خفه کنم و این ته‌نشین بشه. ببینید چه اتفاقی گندی. آره همین مسئله. میخوام ببینم تأثیر این برای تو چیه. خب تو چه حسی پیدا میکنی اگه این بشه؟ حس من اینه که وقتی که این، حالا نه فقط راجع به این مسئله، راجع به به هر مسئله آره. تو اولش اینجوری که خود سانسور میکنی، نه من اینو نمیگم به خاطر اینکه نمیدونم مثلا اگه به فرش بگم من اگه من بهش میرسه این ویدیو قراره کیفیتش بره بالا، اینطوری نگامون نکنیم. من نمیدونم اگه الان مثلا به تو بگم که فرش مثلا ببین من از اینکه تو این کارو کردی حس حسادت بهم دست داده، من نمیدونم چه ریاکشنی قراره بگم. یعنی تو قراره به حس من بها بدی یا بگی که دیوونه ای، در مورد چی صحبت تو حساسی، چرا مثلا بزرگش میکنی مثل خیلی از کاری که پسرا تو روابط. آره چیزی نشده، چی شده؟ چی صحبت؟ مثلا همینه، مثلا این فیدبک هست. خب یکی اینو تو رو میترسه که سانسور میکنی خودتو. نتیجه سانسورها میشه یه توده‌ای از ناراحتی که تو گذاشتی تو خودت، هی گذاشتی، هی نگفتی، ته‌نشین شده. حالا مثلا طرف صبح بیدار میشه خسته از خوابالوشون، برای من پیش اومده. خب یادته؟ آره برای من پیش اومده، بیدار شده، ما هر چالشی رو حس کردیم که داریم میگیم. یعنی ما کاملا از تجربه شخصی زندگیمون داریم براتون حرف میزنیم. دقیقاً. صبح بیدار شده، خوابالود بوده، عجله شده. ببخشید من اینو بگم، ما با هم زندگی میکنیم، یعنی ما هم خونه ایم با هم، جدا از اینکه خب قبلش هم با هم دوست بودیم، الان هم خونه ایم. قلب شبا بعد بیدار شده از خواب، رفته صورتشو شسته و دیده منم بیدار شدم، ولی نیومده به من سلام کنه. چرا به من سلام نگه؟ سلام سردی از این موضوع واقعا ناراحت شدیم. ناراحت شدم. ناراحت شده بود که تو چرا از خواب بیدار شدی رفتی
دیدی من بیدار شدم رفتم دستشویی، یه مثلا لحظه قبل از اینکه مثلا بری دانشگاه با میستادی من دستشویی بیام سلام کنیم بعد بری، همینقدر چرت، همینقدر مسخره. خب ولی این نتیجه ناراحتی هایی بود که من هی گذاشته بودم روی دلم، هی گذاشته بودم هیچی نگفته بودم، هی نگفته بودم یهو با یه سلام سرد، با یه سلام نکردن ریخ بیرون، اصلا این سفره دل من باز شد دیگه. چه بهتر که تو همون لحظه، خیلی بچه من اینو حق میدم واقعا، فرنوش و من آدم های پذیرایی هستیم توی ناراحت. یعنی مثلا اگه میاد به من یه چیزی میگه، من انکار حس به طور کلی، حالا من الان بخوام کلی بگم، انکار حس ها خیلی کار بدیه. خب اجتناب آگاهانه یک چیزه، خب که مثلا من خیلی وقتا حالا مثلا با نظر تراپیستم با خیلی چیزها توی خیلی مسائل ممکنه اجتناب آگاهانه از سری حس ها بکنم، ولی انکار حس ها خیلی کار بدیه. یعنی مثلا دوست من وقتی داره میاد میگه ببین من از اینکه تو لیوان و از اینکه اینجوری به من دادی اینجوری دادی من ناراحت شدم، خب اینکه من انکار کنم این ناراحتی رو و بگم نه تو خیلی بی منطق ناراحت شدی چیکار کنم. ببین این بستگی البته به ارزش داره، یعنی اگر این آدم برای من ارزشمنده، خب انکار این حسه، انکار این ناراحتی خیلی کار بدیه. چرا؟ چون توی روان آدم‌ها اتفاقهای مختلف داره میفته، تجربه‌های مختلف دارن، میزان حساسیت آدم‌ها متفاوته و قطعاً که یه سری ته‌نشین‌های گذشته وجود داره از یه سری اتفاقات که حالا خودش رو داره یه اینطور نمود پیدا میکنه و انکار حس‌های دوستامون، که حالا ما در مورد دوست‌ها به خصوص صحبت می‌کنیم، مسائل دیگه در آینده. انکار حس‌های دوستامون خیلی کار بدیه. یعنی وقتی دوستمون داره میگه من از اینکه تو این کار رو کردی ناراحتم، ما این لیبل رو بهش بدیم که تو اصلا لیبل دادن تو دوستی، تو حساسی، تو زودرنجی، این لیبل دادنه باعث جهتگیری فکری میشه، باعث خودسانسوری میشه تو اون آدم. 100% پذیرا نیستی دیگه. من نمیتونم هر جوری که تو فکرمه باهات حرف بزنم، چون تو میخوای به من یه لیبلی رو بدی. و جدا از اون من مثلا حالا مثال دارم میزنم، من به عنوان یه آدم مثلا لیبل دهنده، این باعث میشه که دوست من هر رفتاری بکنه حتی اگه به اون ویژگی ربط نداشته باشه، چون تو ذهن من یه لیبلی به این آدم داده شده، یعنی یک فعلی، یک یا یک اسم، یک صفتی به این آدم من دادم، خب باعث میشه که همه رفتارهای اون برای من جهتگیری داشته باشه و من نتونم واقعا ببینم و حس کنم که آقا دوست من چه حسی رو داره تجربه میکنه، چه فکری میکنه. برای همین کلا توی روابط این لیبل دادن خیلی کار بدیه، چون آدما هر روز دارن عوض میشن، هر روز دارن رشد میکنن، بهتر میشن، بدتر میشن، متفاوت میشن. این لیبل دادن باعث میشه که ما جلوی این حرکت آدما رو بگیریم، جلوی تغییرشون رو بگیریم و این خیلی اتفاق بدیه. یعنی اگر شما کسی، من اگر کسی هم که این کار رو میکنم و خودم رو درست کنم و اگر دوستی هم دارم این کار رو میکنه باید ازش فاصله بگیرم. این لیبل دادن کار بدیه. حالا از این موضوع که بخوایم بگذریم، مثلا همینه، مثلا اینه که این حسادته، این سانسور کردن خودمون، این که ما مجبوریم خودمون رو یه سری حس هامون رو تو دوستی‌ها برغم حسادت به که اینا غیر منطقیه سانسور کنیم، یک خشم و یک رنج رو در ما ته‌نشین میکنه که این خشم و رنج یه جای دیگه خودش رو نشون میده و این خیلی چیز بدیه. حالا اون چیزی که میتونه تو این مسئله کمک کننده باشه، البته من یه چیزم قبلش بگم ها، در مورد این حق دادنه این خیلی چیز شخصیه. خب یعنی یه چیزی که توی روابط مختلف ممکنه متفاوت باشه، ممکنه من با یه دوستم یه طور باشم، با یه دوستم یه طور باشم، ولی اون چیزی که این مرزه رو به نظر من مشخص میکنه چیزیه به اسم حرف زدن، یعنی صحبت کردن. یعنی من با دوستام، من با آدم‌ها راجب یک موضوعی من صحبت کنم، خب یعنی مرز رو مشخص کنم که تو به عنوان دوست من این حس از این حس و این حس و این حس رو دریافت میکنم. که حالا در مورد صحبت کردن الان صحبت میکنیم، ولی مسئله‌ای که هست، پیش نیاز این که ما بریم بتونیم با دوستامون صحبت کنیم اینه که ما یاد بگیریم اول لیبل نزنیم که گفتیم، دوم که اون حس رو انکار نکنیم، پس سه اینکه پذیرا باشیم. یعنی زمانی که ما تو دوستیامون لیبل نزنیم، انکار نکنیم و آدم‌های پذیرایی باشیم، میرسیم به مرحله نجات دهنده‌ای به اسم حرف زدن که ما توی این شرایط میتونیم صحبت کنیم. اون نظرت رو صحبت کردن. من می‌خواستم بگم که کلاً بیایم دو بخشش کنیم.
انسان‌هایی که برای صحبت کردن پذیرا هستن، انسان‌هایی که نیستن. ما توی آره. ویدیو دیگه حتما راجع به انسان‌هایی که پذیرا نیستن، چرا پذیرا نیستن و چه تأثیری داره راجع به این حرف میزنیم. پس ما میخوایم الان صرفا راجع به اینکه ما یک دوستی داریم یا یک پارتنری داریم یا یک خانواده‌ای داریم که پذیرای شنیدن صحبت و ناراحتیه. خب من میخوام راجع به یه تجربه شخصی بگم. برای من صحبت کردن، معنای صحبت کردن از یک تجربه شروع شد. یعنی قبلا میدونستم دیگه صحبت کردن اسمش روشه، صحبت کردن خیلی چیز خاصی نیست که ما بخوایم مثلا حرف بزنیم. ولی من بارها به کرات پیش اومده بود که توی ارتباطاتم میدم بابا من میخوام صحبت کنم، تو چرا فکر میکنی من میخوام دعوا کنم؟ من میخوام بگم که من تو اون لحظه چه حسی رو تجربه کردم، تو چرا فکر میکنی من میخوام الان قاطی کنم؟ آره چرا اینو میکنی؟ و طی بقیه رو داریم. آره بعد من این همش برام هی میومدم توضیح میدادم میدم نه چیزی عوض نمیشه. در این که اون شخص حالا پذیرا هم خیلی نبود، بی تاثیر نبود، اما من یه تجربه با فرنوش داشتم که همیشه وقتی که مثلا با یه آدمی میشینم صحبت میکنم و میخوام بگم ببین من یک آدمیم که بنده صحبت کردنم، یعنی دوست دارم اگر ناراحتی بینمون هست، اگر مشکلی بینمون هست، بیای و بشینی با هم صحبت کنیم. حالا من معنای صحبت کردن رو براش توضیح میدم، یعنی میگم من خواستم از صحبت کردن چی که به نظر من میتونه، حالا مثلا همه این نظرشون نباشه، اما به نظر من میتونه یه سورس خیلی خوب برای صحبت کردن باشه. یعنی شما صحبت کردن رو اینو معنیشو بدونین، نه اینکه من برم صحبت کنم که به مقصودی که خودم میخوام برسم، مقصر بشه، دادگاه برگزار بشه، رأی صادر بشه، توقع عذرخواهی. این خیلی چیز بدیه که ما همیشه توقع عذرخواهی داشته باشیم. پیش نیاز صحبت کردن اینه که من توقعی ندارم، با ذهن صاف برم صحبت کنم و ببینم چه فیدبکی دریافت میکنم. ما خیلی ارتباط صمیمی با هم دیگه داریم، یعنی مثلا الان نزدیک 4 سال و نیم 5 ساله که فقط دوستیم و 2 سال و نیم 2 سال خورده‌ایه که با هم همخونه ایم. یعنی عضوی از خانواده همین، در حال حاضر هم مثلا خارج از خونه توی ایران هم که هستیم با هم رفت آمد زیاد خانوادگی و اینجوری اونجوری داریم. خب و خیلی کم پیش اومده که با هم دعوا کنیم. یعنی اگر هم مثلا اینجوری بوده که تو خونه یه روز مثلا بیدار می‌شدیم با هم یه تیکه‌ای به هم مینداختیم، ولی اون روز اعصابمون خورده یه چیزی گفتیم، شب با یه خنده، با یه شوخی، با یه انگار حواسم نیستش، یادم رفته ما چای بریزم برات چای بخوری، یه جمله اینطوری بحث بسته شده. اما یک تجربه ما کلا داشتیم، یه دعوای سنگین ما با هم کردیم. اون دعوا در حدی زیاد بود که ما 2 روز با هم صحبت نکردیم. یعنی من میخواستم از اتاقم بیام بیرون، حواسم بود که مثلا فرنوش دستشویی تو آشپزخونه نباشه که بخوام ببینمش، واسه اینم همین. آره یعنی من پنجره اتاقم کنار آشپزخونه است، میخواستم مثلا برم تو آشپزخونه، وای پنجره رو باز میکردم تو سرما گوش بدم یعنی نباشه تو آشپزخونه، بعد مثلا من برم که با هم روبرو نشیم. نمیخواستیم قبول کنیم چشم تو چشم بشیم و بپذیریم که ما با هم قهریم. یه چیز درونی بود که مثلا اینجوری بود که ببینمش و سلام نکنم، بهتره نبینمش. در حدی که من تصمیم گرفتم یه نصف روز برم خونه یکی از دوستان، انقدر فضا برام سنگین بود دیگه. من رفتم خونه یکی از دوستام و برگشتم. خب خیلی ذهنم درگیر بود، یعنی اینجوری بودم که خب اولین تجربه یه دعوای سنگین بین ما بود، ذهنم درگیر بود. اومدم خونه، فرنوش تو اتاقش بود، من لباسا رو ریختم تو ماشین لباسشویی تموم شد، اومدم لباسا رو پک کنم و به این فکر کردم که من خیلی دارم اذیت میشم و خیلی فشار رومه. فرنوش هم برای من خیلی شخص مهمی در زندگیه و دلم نمیخواد که توی این حالت با هم بمونیم. گفتم که ولش کن تا زمانی که اون حس غرور و مثلا فکرای الکی نمیاد تو دارم، برم در باز کنم صحبت کنم. رفتم در باز کردم و خیلی جالب و خیلی اتفاق جالبی بود که به نظرم اگر که ما جدی اینو توی روابطمون رعایت کنیم، اصلا هیچکی نه گارد میگیره نه هیچکی ناراحت میشه. خیلی ما نشستیم 2 ساعت، یعنی من هر جا که میشینم این خاطره رو تعریف میکنم، میگم ما 2 ساعت نشستیم
از هر چیزی که شاید از یه ماه پیشم ناراحتمون کرده بود صحبت کردیم و تو طول این 2 ساعت یه نفر حتی نگفت ببخشید، حق با توه. صرفا فقط شنیده شدیم. یعنی فرنش از ناراحتیاش گفت تو اینو به من گفتی، اینو گفتی، من گفتم تو این رفتار رو کردی، اینجوری شد، و فقط حق دادن با درک کردن متفاوته. هیچکی بهش که حق نداد. یعنی اینطوری من به حس خودم حق میدادم که ناراحت بودم، تو هم به حس خودت حق میدادی که ناراحت بودی. اما اونجا اینجوری نبود که مثلا فرض بگه من بهت حق میدم، معذرت میخوام، یعنی حس و رنج خودم رو انکار کنم یا یگانه حس و رنج خودش رو انکار کنه. نه اصلا اینطوری نبود. هر کی حرفش رو زد و صرفا فقط شنیده شدیم از طرف هم دیگه و در نهایت درک. یعنی من به این درک رسیدم که دوست من رو یک موضوعی این چنینی ناراحت میکنه چون برای من مهمه در طول این ارتباط قراره روش کار کنم و دیگه انجامش ندم و رعایتش کنم. همینطور. در عین حال گاردی هم در من بالا نیامد. چرا؟ چون یک دادگاه برگزار نشده بود که بگیم حق با توه فرنوش، پس نه، پس اینجا حق با منه. میدونی یک مسابقه نبود که حق با کیه، بذار من این حرف رو بزنم که بازی برگرده سمت من. نه، صرفا هر کی حرفش رو زد، درک صورت گرفت بدون اینکه عذرخواهی بشه. توی ادامه مسیر ما رفتارمون رو تغییر دادیم چون برای هم دیگه مهم بودیم. ولی تو اون لحظه تنش به نظر من میشه مدیریت کنترل روابط. تو اون لحظه تنش یک کانورسیشن خوب بدون گارد برقرار و این شد. اتفاق دیگه هم که میفته اینه که از اون لحظه به بعد هر موقع که دوستم دوباره ناخودآگاه یا من در برابر دوستم ناخودآگاه اون رفتار رو انجام بدیم، بنا به صحبتی که با هم کردیم میدونیم که ببین این من قبلا توضیح داده که من منظوری از این رفتار ندارم، از اینجا میاد، از این ریشه میاد، به این دلیل، پس من کمتر ناراحت میشم یا ناراحت نمیشم یا گذر میکنم ازش. این همون داستان است. حالا از بحث صحبت کردن که بخوایم بگذریم، مسئله همینه. مسئله اینه که این مرزه تو دوستی‌ها با صحبت کردن مشخص میشه. خب حسادت آره، این که من تا کجا حق دارم به تو حسادت کنم، تو تا کجا حق به من حق میدی. آفرین. حسادت نه من به شخص تو، به روابطی که با آدم‌های دیگه داری. یا تا کجا، یا تو منو تا چه حد ایمن میکنی که اون روابط دیگه به رابطه ما آسیب نمیزنه. چون دقیقاً ما صحبت که الان مثلا نشستیم اینجا داریم برای شما صحبت میکنیم، به یه حد و مرزی رسیدیم. یعنی من و فرنوش میدونیم که ما توی حسادت توی دوستی تا کجا هستیم، تا کجا میخوایم پیش بریم. و من گفتم فرنوش من میپذیرم، انقدر از حسادت تو رو میپذیرم، براش این کار رو انجام میدم، اون هم پذیرفته. و با هر سن، یعنی یک کانسپتی ما الان شروع کردیم به اسم حسادت در رفاقت. خب حالا ما اینجا نشستیم استانداردش رو مشخص کنیم. ما به شما میگیم که ما تجربه شخصیمون توی ارتباط خودمون این بود که با حرف زدن این چهارچوب رو برای هم مشخص کردیم و خیلی نتیجه بخش بود. خیلی واقعا. ولی مسئله همینه. مسئله اینه که ببینین یه مقداری یه بحثی وجود داره در مورد رفتار آدم ها. خب یعنی نمیشه یه نسخه مشخص پیچید. ممکنه من توی مثلا رابطه هم با دوستهای صمیمی دیگم حالا خب رابطه به شکلی باشه که این حسادت کمتر باشه. خب به این معنی نیست که اونها برای من کم ارزش ترن یا پر ارزش ترن، نه، یا رفتار اونا بهتره یا رفتار اونا بدتره، نه. صرفا به این معنیه که شکل رابطه، شکل آدم ها، وایبی که آدم ها بهم میدن، به هم دیگه در واقع میدن متفاوته. ممکنه من توی یک نوع از دوست صمیمیم شکل رابطه‌ام به یک شکل باشه، مقدار حسادتم به یک شکل باشه. توی شکل دیگه از رابطه‌ام مثلا با یگانه این مقدار حسادت خب واقعا بیشتره. خب یعنی من خیلی حساس ترم نسبت به این که دوست صمیمی دیگه‌اش کیه یا با بقیه تا چه حد داره صمیمی میشه، من خوشم میاد من خوشم نمیاد، یا حتی بقیه چقدر دارن باهاش صمیمی میشن. یعنی اینم مثلا ممکنه یه جایی منو اذیت کنه که مثلا چرا انقدر مثلا با دوست من تو ایران بودم یه شد تخمی، ببخشید گفتم تخمی، میدونی فوش نیست، نه تخمی فوش نیست آخه توی من که میدونم نه حالا در مورد فوش میسازیم یه حس بد. یعنی فکر کنم ما رفته بودیم ایران شب و روز اینجا اومده چی اومده تخمی فوش توی
یه بابا هستش کلیپش دیگه برات میفرستم، واقعا فوش نیستش. ما اینا سورسمون اینستاگرامه. اینجا میذاری براتون که فوش نه نمیتونیم، من بلد نمیتونیم بعدن که یاد گرفتیم. اینستاگرام برای تو فوش نیست میفرستیم. خب من تازه رفته بودیم ایران، بعد مثلا منو فرض بکنین اینجا یه سری مشکلم برامون پیش اومد، مجبور بودیم شب و روز با هم بودیم و خیلی اتفاق باحالی بود. ولی رفتیم ایران یهو فرنوش به طرز عجیب غریبی یک دله واقعی شده بود. هر روز یه ور بود، یه شب اینجا بود، یه شب من خودم رو لکاده طور زندگی لکاته شده بودی. من خودم دوست خیلی دارم، من واقعا هم خیلی بیرون میرم، ولی فرنوش دیگه داشت اگزاجره بیرون میرفت. یعنی نکنی ساعت 8 شب اینجا بود، ساعت 10 باز با یکی دیگه قرار داشت، با ساعت 12 شب اینجا بود و من اینا رو میمدم میگم و با من نمیمد بیرون. یعنی مثلا ما تو طول اون مدت مثلا 3 هفته طول کشید این موضوع. تو طول این 3 هفته من اینو هی میومد برام میگم نمیدونی چی شده ببینمت، میگم باز این با من هماهنگ نمیشه. بعد میگم اوه امشب با فلانی رفتم بیرون، امشب با فلان دوستان بیرون بودم و من اینطوری بودم که بعد حتی انقدر بچه‌ها من بهم فشار اومده بود و ناراحت بودم که پیش یکی از دوستای دیگه مثلا با ساحلینا رفته بودیم بیرون. بعد من پرسیدم چه قراره است؟ فرض من اینجوری بودم که ببین من فکر میکنم که دوستی من و فرنوش صرف یک همخونگیه و وقتی که صاحب شوخی کرده این دادو گور با منه. بعد گفتم صرف یه دوستی همخونگیه و من احساس میکنم، آره به خودش هم گفتم، حالا بهت میگم چی، یعنی میخوام اینو بگم تو ویدیو که چی شد اینو گفتم. گفتم صرف یه دوستی همخونگیه و احتمالاً وقتی که من درسم تموم بشه، چون من یه سال درسم از فرنوش زودتر تموم میشه، برگردم ایران، دیگه دوستی بین ما یعنی صرف یه دوست معمولی با همیم. چرا؟ چون که دیگه همخونه نیست. یعنی اون اوج صمیمیت وقتیه که همخونه ایم، چون الان که من اینجا اون صمیمیت نیست، من نمیبینمش و خیلی ناراحت بودم، خیلی ناراحت بودم. اصلا نمیتونم بگم چقدر ناراحت بودم، اصلا معنای ریده بودم تو معنای دوستی بود. یعنی اینجوری بودم که دمومه، این دوستی نیست هیچی. بعد یه روز به من دوباره پیام داد، داشتیم همینجور صحبت می‌کردیم، داشت دوباره باز زر میزد که آره نمیدونی باز چی شده، بعد برات تعریف کنم. زندگیم خیلی پر محتوا بود، میدونید این تابستون. آره خیلی زندگی پر محتوایی داشت. چقدر واسه بچه‌ها تنگ شده. قلب به بچه‌ها قلب به کافه وی، قلب خیلی کم رنگ به کافه وی، قلب پر رنگ به پل. بعد من همینجور داشت وایس میداد و من اینطوری بودم که ببینیم باید بهش بگیم، مثل همون دفعه هایی که بهش گفتی باید بهش بگیم. آقا وایس گرفتم، انقدر در انقدر 2 دقیقه پر کردم، گفتم ببین من خیلی از دست ناراحتم، من احساس میکنم که دوستی ما صرف یه همخونگی بوده و اینجوریه. بعد فرنوش شروع کرد مثلا به توضیح دادن، گفت آره برو بابا دیوونه ای تو فلانه. و گفتش نه من مثلا الان به خود خیلی درگیر بودم، خواهرم عمل کرده بود فلان اینا. و همینجوری مثلا من یه جمله طلایی گفتم که به نظرم شما هم تو روابطتون استفاده کنین یا تتاش کنین حتی. گفتم فقط سورس بزنیم کنار این یگانه. گفتم ببین اگر که یک ارتباط برای ما مهمه، ما باید ازش محافظت کنیم. اگر قرار ازش محافظت کنیم، باید حتی اگر وقت کمی هم هست، با سختی هم هست، برای هم وقت بذاریم، همو ببینیم و از روابطی که با هم دیگه داریم محافظت کنیم. و این خیلی مهمه بچه‌ها. یعنی یه جایی هست تو می‌بینی اصلا به خدا نگم سیخ مرغی شدم. انقدر جمله‌ام به خودم نشسته، انقدر خودم جمله‌مو دوست دارم. شما باید از روابطتون محافظت کنین. چرا؟ چون مهمه، چون دیگه پیدا نمیشه مثلش. همین یه دونه رو من دارم. آره مسئله همینه. مسئله اینه که ما تا چه حد واقعا میتونیم پذیرای صحبت دوستامون باشیم و پذیرای شنیدن رنج هاشون و تا چه حد میتونیم این کار رو بکنیم. دوستامون تا چه حد میتونن پذیرای این موضوع باشن. ولی در کل بحث سر اینه، بحث اینه که آره حسادته تا چه حد میتونه واقعا تو روابطمون تاثیر بذاره.
و در انتها همینه، یعنی این مرز گذاشتن است، اینکه من یه مرزی رو با دوستان مشخص کنم. ببین یه چیز دیگه هم هست، حالا احتمالاً ویدیو طولانی میشه یکم خب، ولی یه چیز دیگه هم هست، اینکه ما تا چه حد راحتیم خب که دوست هامون رو با هم آشنا کنیم. یعنی من یه دوست صمیمی دارم مثلا به اسم یگانه، یه دوست صمیمی دیگه دارم به اسم محدثه و محمد، یه دوست صمیمی دیگه دارم به اسم سبحان، سمیراس، علی و سمانه عزیزم، سبحان، علی، آقا محمد، آقا جعفر، اینجور دوست داره. آره من دامنه دوستی ها خیلی زیاده و من از این بیشتره ها، ولی واسه این وقت میزن. خب بگو. ولی من مثلا همینه که میخوام ببینم تا چه حد میشه دوست ها رو با هم آشنا کرد و در عین حال حس امنیت کرد. این اصلا این کار درست هست به نظرت یا نه؟ اینکه ما دوست های صمیمیمون رو خیلی زیاد با هم آشنا کنیم. مثلا توی یه سری دوستی های مختلف داریم، مثلا یه سری دوست صمیمی محل کار داریم، یه سری دوست صمیمی محل دانشگاه داریم، یه سری دوست صمیمی توی محل مثلا توی حال هر اتفاقی از دبیرستان داریم. تا چه حد اوکیه که اینها رو به هم آشنا کنیم؟ برای من به شخصش ربط داره، یعنی صرفا نمیگم تا چه حد اوکیه، من به شخصش ربطش میدم. یعنی میگم فلانی رو ممکنه با همه دوستام آشنا کنم، فلانی رو نه به خاطر اینکه آدم بدیه، نه به خاطر اینکه چیز خاصی، چون اگه آدم بدیه، من خیلی دوستام واقعا آدم‌های خیلی خفنی هستن خب، یعنی همشون از روی فیلترهای خاصی رد شدن، خیلی خفنن همشون، از همینجا قلب بهتون. ولی بر حسب شخصیت، بر حسب مدل بودنشون توی یک جمع، من هر کسی رو با هر کسی آشنا نمی کنم. چرا؟ چون تجربهش رو داشتم دیگه. مثلا فلانی رو آشنا نمی کنم به خاطر اینکه خیلی شخصیت آرومی داره، بعد من اگر بخوام ببرم توی جمع دیگه خیلی خودم اذیت میشم. من باید سعی کنم دو طرف رو، یعنی بعد یک آدمی میشه این وسط، این مثلا یگانه نامی که بعد دو طرف رو با هم سینک کنه و این استرس. آره آفرین، به خود خوش میاد. آره موافقم. میگم این مثلا تنهامون بذار برم پیش نکنه شوخی رو درک نکنه مثلا تو این خاطره رو نمیدونه، من باید یه دور این خاطره رو بگم. آره درکش. برای من به صرف شخصشه، شخص به شخص متفاوته. برای من منیج کنیم به نظره. من خودم رو در نظر میگیرم حقیقتا، یعنی میگم که من چجوری راحتم. من راحتم دوستی که خیلی ایزی گوینگه رو ببرم تو جمع دوستای فانم، چون میدونم اون خودش یه جوری خودش رو توی جمع هندل میکنه. حالا شاید یه کوچولو هم من ازم انرژی بگیره که همون طبیعی آقا دوستی همینه، اوله. آره، ولی دوستم که آروم و ساکت و خیلی زود با بقیه جور نمیشه رو روابطم و 2 نفره باهاش نگه میدارم. واسه همین بر من به شخص برمیگرده. هر جور که خودم راحتم، یعنی اگر راحتم این کارو میکنم، اگر راحت نیستم کار. ولی میگم من دوستام خیلی برام میدونی واضحن، خیلی صافن، همه چی برام مشخصه. یه دوستایی هست دیدی مثلا وقتی تینیج بودیم من میشینم مثلا میگم فلانی رو با فلانی آشنا کردم بدون که به من بگن میرن بیرون. آره این البته بهتون بگم ها، به نظر من صرفا آفرین مال دوران تینیجی نیست خب. آره خیلی کار بدیه. یعنی این که من مثلا شما یه نفر میاد شما رو با دوستاش آشنا میکنه، بعد شما فکر کنین که خب اون دوست منه. نه نکنین تا ابد این زنجیره وصله. خب تا ابد این زنجیره وصله. یعنی من اگر میام با دوست صمیمی مثلا 10 ساله یگانه دوست میشم، خب مثلا یه اسم مثلا الناز، خب حالا من چون النازم خیلی سلام، خب من دارم با النازام مثلا دوست میشم، یه مسئله وجود داره، اینکه الناز به مرور زمان دوست منه. خب یعنی من باهاش احساس صمیمیت میکنم، میگم، میخندم، مهمونی میرم، این ور میرم، اون ور میرم، ولی تا ابد الناز به واسطه یگانه دوست من شده. یعنی این زنجیره این وسط میمونه و من هیچ وقت، یعنی نه اخلاقیه، نه درسته، نه منطقیه، هیچ وقت نباید، ببخشید که ما عکس گرفتیم،
هیچ وقت من نباید این زنجیره رو به هم بریزم، یعنی این زنجیره این که یگانه این وسط بین ماست رو به هم بریزم. به نظر من این خیلی کار غیر اخلاقیه. یعنی اگر واقعا و به نظر من خیانتیه که اگر به این شخص این اتفاق بیفته، خیانت از دو طرف اتفاق افتاده، یعنی هم از سمت من هم از سمت اون دوست دیگه. و واقعا به نظر من واژه خیانت لایق این سیچویشنه. یک خیانت واقعیه، اصلا این کار اصلا اخلاقی نیست. آره. خب میگم من مثلا میخوام همینو بگم من دوستان برام شفافن، میدونم حد و مرز دوستی رو میدونن. آره. و تمام. ولی شما شاید انقدر شفافیت نداشته باشین روی دوستاتون. شفافش بکنید. آفرین. آره شفافش بکنید حتما. یه نکته یه پینوش این وسط داره. خب اینکه یه وقتی هستش که مثلا دوست من با این قضیه اوکیه. خب یعنی من میام و به اون دوستم میگم که ببین مثلا فلان موضوع، مثلا من آره با این دوست شدیم، من مثلا امشب با این میرم بیرون. خب اون آدم با این موضوع اوکیه، یعنی هیچ مشکلی نداره. خب اون یه سیچویشن دیگه است. یعنی من نمیخوام یه صحبتی ما اینجا بکنیم که قضاوتی رو ایجاد کنه. خب یا مثلا بیایم ما حساسیتی رو ایجاد کنیم. نه، اون یه موضوع دیگه است. یعنی اگر این توی روابط براتون شفافه، مثلا اون شب که من با مبینا رفتم بیرون، آره مثلا با رفتن بیرون، خب این برای من شفاف بوده و من کاملا اوکی بودم با این موضوع. خب نبود، خب اگه میبودی آره که میومدی. نبودم. این موضوع یه چیز دیگه است. این یک بخش دیگه است که آقا ما اوکییم با این موضوع. بس حتی با اینکه من میدونستم اوکیه، میدونستم همه چی منطقیه و مثلا ما اون شب دلمون گرفته بود، هم من هم مبینا خواهرش دلمون گرفته بود و احتیاج داشتیم. حتی رو خواهرم هم حساسم. من تا این حد حساسم. بهش پیام نوشتم که یه وقت ناراحت نشد، اگه ناراحت شدی ببخشی، من واقعا مثلا احتیاج داشتیم که بریم با هم صحبت کنیم. و گفت نه بابا با دیوونه کار خوبی کردی، رفتیم حرف زدیم با هم دیگه فلان 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 فلان. ولی میگم من حتی اونجا هم یه ته دلم گفتم نکنه ناراحت شه، اگه ناراحت شه هم حق داره. آره حتی خواهرم هم به من گفت، مثلا گفت ببین مثلا تو اوکی مثلا من با یگانه برم بیرون. این رفتار، ببین این مثلا اون طرف مقابل خواهرمه، این طرف دوستمه، یعنی این برای من هیچ سیچویشن پرخطری نیست. خب ولی این احترامی که عزیزانم مثلا توی اون لحظه به من یا حالا متقابلا میذارن، این یه حس امنیتی میده که خیلی از این دامنه حسادت ها و مشکلات رو تو رابطه حل میکنه. خب چون شما رو به یه شناختی میرسونه که ببین طرف مقابل من آدم مثلا این مقدار ارزش رو داره به من میده. خب در نتیجه منو به یک امنیت، منو به یک آرامشی میرسونه که توی روابط آینده تاثیر میذاره، توی ادامه اون دوستی تاثیر میذاره و توی این دامنه که من تا چه حد بتونم دوستم رو در آینده برای اشتباهاتش ببخشم هم تاثیر میذاره و خیلی چیز مهمیه. یعنی این گفتنه، این نشون دادنه خیلی چیز مهمیه. این یه جور احترامه به نظر من توی این روابط، یه جور احترام به این که تو برای من آدم ارزشمندی هستی، در نتیجه من حساسیت‌هات احترام میذارم. دقیقاً آفرین. مثلا همینه، مثلا اینه که به هر حال در انتها بخوایم جمعش کنیم اینه که اینا هیچ کدوم یک نسخه مشخص نداره. خب یک مرز مشخص، نسخه چرا یک مرز مشخص نداره یا توی چارچوب مشخصی قرار نمیگیره، ولی چرا یه نسخه مشخص داره به اسم حرف زدن، صحبت کردن و اینکه ما آگاه حرف زدن که ادیتور ندارم که ما این نسخه رو باید توی همه روابطمون برای خودمون بپیچیم که بابا ما حرف میزنیم و حد اون حسادت مشخص میشه، ولی مهمترین نکته اینه که ما به حسادت‌های دوستامون تا جایی که منطقی و از روی غرض ورزی نیست حق بدیم. یعنی پذیرا باشیم. دقیقاً. یه وقتی هست یک حسادت و یک نوعی توش غرض ورزیه، اون یه بحثه. خب ولی اگر توی با حرف زدن مشخص میشه 100%. ولی این مسئله همینه، یعنی ما اگر ببینیم توش غرض ورزیه، با تو صحبت کردم و تو به یک منظور و غرض این کارو کردی، اون یه بحث دیگه است. ولی وقتی من با تو صحبت میکنم و توش غرض ورزی نیست، فقط یک احساس عشق،
یک احساس یک اینسیکیور شدن، یک احساس ناامنیه که توی این شرایط صحبت کردن باعث میشه که ما اول درک کنیم و دومی که حق بدیم، یعنی به این رو به رسمیت، یعنی من میخوام بگم آقا حسادت در روابط در رفاقت رو به رسمیت بشناسیم، بهش بها بدیم. این وجود داره، یه آدم‌های اینو حس نگید که مگه من دوست پسرشم بره این اداها رو واسه دوست پسرش در بیاره. نه تو از اونم مهمتری، بابا تو از اونم مهمتری، واقعا تو از اونم مهمتری، این رابطه از اونم مهمتره. اصلا این فهم همین برات میمونه، خدایی همین برات میمونه. یعنی اون جایی که اون دوست پسره میاد تو کاست میکنه انقدر ما تاکسی که واسه در میاره، یعنی که میمونه. ببین اگه ما برای همدیگه نبودیم، به حرفای هم گوش نمیدادیم، اصلا من مطمئن بودم اصلا از یه سری دردا نمیشد عبور کرد، واقعا نمیشد عبور کرد. 100%. در نتیجه در نتیجه به دوستیاتون بها بدین، با هم صحبت کنین، پذیرای حس هم باشین و حسادت در رفاقت رو بپذیرید و گوش بدین صحبت های ما رو توی کامنت ها، بگین که برای شما تا چه حد منطقیه، برای شما تا چه حد این شناخته شده و به رسمیت میشناسینش. دقیقاً. و اینکه در انتها توی این ویدیو چه ویدیوهای دیگه ما صرفاً نه حالا روانکاویم نه تراپیستیم، صرفاً یک تجربه شخصیه که دوست داریم با شما به اشتراک بذاریم و شما هم تجربتون رو با ما اشتراک بذاریم تا ما هم چیزی یاد بگیریم. یعنی اینجا قصد یاد دادن یا روی منبر رفتن نیست. در نتیجه خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما بنویسین. اگر توی کامنت می نویسین، اگر اینستاگرام می نویسین، خیلی خیلی خوشحال میشیم. خیلی دوستتون داریم. روزتون بخیر.